گروه ختم کنندگان همراه استادان خود از مکتب‌های شهر و ناحیه‌های کشور با مقصد شناسایی از وضع تعلیم و تربیت، شرایط تحصیل، امکانات و اختصاص‌ها و فاکولته‌های دانشگاه در روز درهای گشاد اشتراک فعالانه کردند. رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریف زاده در نزد ختم کنندگان برآمد کرده آنها را با برنامه چاره‌بینی روز درهای گشاد و آزمون ختم کنندگان بالایقت شناس کرد. ما افتخار داریم که در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دانشجوی بهترین جمهوری دانشجوی سال 2019 تحصیل میکند. ما افتخار داریم که در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس سیاست تاجیکستان دانشجوی سال در قلمروی ولایت تحصیل میکند و دانشجویانی که در آزمون‌های گوناگون سطحی شهری ولایتی جمهوری و گرفتن جای‌های نمایان سزاوار گردیدند امروز در صف دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان هستند. در ادامه همچنین نماینده وزارت معارف و علم مملکت اشتراک و برآمد نموده برگزاری درهای گشاد را به ختم کنندگان اقدام مثبت معنیداد نمود. سپس ختم کنندگان از دستاوردهای استادان و دانشجویان دانشگاه و درس‌های نمونوی استادان دیدن کرده به خود معلومات‌های ضروری گرفتند. سلام علیکم، من منور شهباز از مکتب تحصیلات عمومی غیر دولتی مکتب عرفان میباشم. امروز ما طریق اعلان‌ها، طریق رولیک‌ها دیدیم که روزهای درس‌های گشاد بوده است در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان و ما آمدیم از همه شرایط‌ها، از تمام تجهیزات‌ها، از نظام این دانشگاه شناس شدیم. یعنی شرایط‌های دانشگاه و شرایط‌ها بین‌المللی جوابگو باشد، دستاوردها زیاد دارد. یکی از دانشگاه‌های بهترین در تمام جمهور بوده. ما خواهیم که در آینده به همین دانشگاه یعنی تعلیم خود را دوام دهیم. در چاره‌بینی‌های روز درهای گشاد تا نصف روزی 2360 نفر از جمله 1314 نفر طریق آفلاین و 1046 نفر طریق آنلاین از مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی شهر و ناحیه‌های مملکت شرکت ورزیدند. به خصوص ختم کنندگان ناحیه‌های دوردست ولایت و شهر دوشنبه و ناحیه‌های ولایت ختلان طریق آنلاین توسط اینترنت در این چاره‌بینی شرکت ورزیدند. طبق برنامه آزمون ختم کنندگان بالایقت از روی نمونه سوالنامه‌های سنجشی مرکز ملی تست نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ختم کنندگان دانش خود را سنجیدند. طریق مرکزی تستی دانش خود را سنجیده ایستاده. میخواهم در آینده در همین دانشگاه تحصیل خود را ادامه دهم. با شرایط دانشگاه شناس شدم، خیلی به من پسند آمد و میخواهم من در همین دانشگاه آینده تحصیل کنم. در خاتمه برنامه پیشنهادکرده گروه ایجادی دانشگاه خاطر اشتراکچیان را بالیده گردانید. گزارش سینا غفوری برای جان شرمتوف برای برنامه اطلاعاتی پیام روز.